بریم سراغ ابزارهای ماژول پراپرتی و با این ابزارها یک مقدار آشنا بشیم. در ادامه به صورت مفصل با این قسمت‌ها کار خواهیم کرد. درسته که ما تمام قسمت‌های مثلا ابزار متریال رو نمیتونیم یاد بگیریم، ولی قسمت‌های مهمش رو من به شما آموزش میدم تا یک مسیری باشه برای شما تا بتونید از دیگر ابزارها استفاده کنید. حالا چرا نمیتونیم همش رو آموزش بدیم؟ به این علت که ما تحلیل‌های مختلفی داریم، تحلیل‌های الکتریکی، تحلیل‌های مثلا سیالات، تحلیل مواد مختلف رو در این قسمت داریم و نمیتونیم همش رو ما یاد بگیریم و دلیلی هم نداره که تمام این قسمت ها رو یاد بگیریم. شما اگه در زمینه سیالات دارید کار میکنید از قسمت سیالات استفاده کنید. اگه در زمینه الکتریکی دارید کار میکنید باید از قسمت الکتریکی نرم افزار آباکوس استفاده کنید، ولی روش استفاده رو بهتون آموزش خواهم داد. قسمت اول میشه بخش کرییت متریال که ما در این قسمت میتونیم متریال جدید رو ایجاد کنیم. قسمت بعدی سکشن هستش که ما در این قسمت میتونیم نوع مقطع و نوع قطعه و خواص سطح مقطع قطعه رو مشخص کنیم که به چه صورتی هستش، سالید، شل، حالا اگه سالید هستش مثلا همگن، کامپوزیت و غیره رو در این قسمت میتونیم مشخص کنیم. قسمت بعدی اختصاص متریال به قطعه انجام میشه، یعنی ما متریالی که در این قسمت تعریف کردیم در این قسمت به قطعه مورد نظر اختصاص میدیم. بخش بعدی کرییت کامپوزیت هستش که ما در این قسمت میتونیم تعریف مدل های کامپوزیتی رو انجام بدیم. دو تا قسمت بعدی بخش اورینتیشن هستش که ما در این قسمت میتونیم تعریف جهتگیری ماده رو انجام بدیم. قسمت بعدی کرییت پروفایل هستش که ما میتونیم سطح مقطع تیرها و خرپاها رو در این قسمت مشخص کنیم. مثلا ما در قسمت پارت اومدیم یک سیم رو کشیدیم و گفتیم اون یک میله هستش، حالا چه مقطعی داره، مقطعش رو در این قسمت مشخص میکنیم. بخش بعدی کرییت اسکین هستش که ما میتونیم تعریف پوسته های پوششی رو انجام بدیم. مثلا داخل مهندسی مکانیک میتونیم یک پوسته روی یک قطعه تعریف کنیم و اونو مثلا سختکاری کنیم، بگیم که روی قطعه سختکاری شده و توش سختکاری نشده. یه همچین کاری رو میتونیم باهاش انجام بدیم. بخش بعدی استینگر هستش که تعریف میله های حمایتی و پوششی رو برای ما انجام میده و در این قسمت میتونیم این کار رو انجام بدیم. اما بریم سراغ چند تا نکته. مسائل داخل آباکوس به چه صورتی هستش؟ مسلماً شما میدونید که هر ماده داخل طبیعت خواص بسیار گوناگون و زیادی داره. با توجه به نوع مسئله‌ای که با اون سر و کار داریم صرفاً کافیه بخشی از خواص رو برای ماده تعریف کنیم. یعنی ما برای یک ماده خواص الکتریکی داریم، خواص حرارتی داریم، خواص مکانیکی داریم. خود این خواص مکانیکی به الاستیک و پلاستیک تقسیم میشه، بستگی داره ما با کدوم مسئله روبرو هستیم. نیاز نیستش که تمام خواص یک ماده رو داخل نرم افزار آباکوس تعریف کنیم. ما باید یک مقدار ساده سازی و خلاصه سازی رو داخل آباکوس انجام بدیم. باید ببینیم تحلیل ما مربوط به کدوم بخش و کدوم حوزه هست. اگه مثلا داخل یک مسئله تحلیل تنش داشته باشیم که مربوط به حوزه تحلیل جامداتی و مکانیکی هستش، باید خواص مکانیکی مانند مدول یانگ، ضریب پواسون و غیره رو وارد کنیم. اما وارد کردن ضریب انبساط حرارتی اگه دما مهم نباشه به هیچ عنوان نیاز نیست داخل این مسئله. فقط